داستان فریدون و ضحاک و جمشید. جمشید پادشاهی بزرگ و قدرتمند بود که سالها بر ایران حکومت کرد و دوران طلایی را برای کشور به ارمغان آورد. اما با گذشت زمان جمشید مغرور شد و خود را همتراز با خدایان دانست. این غرور باعث شد که مردم از او روی برگردانند و ضحاک شاهزاده‌ای از توران به قدرت برسد. ضحاک با کمک اهریمن به قدرت رسید و 2 مار بر شانه‌هایش رویدند که هر روز باید مغز 2 جوان را به عنوان غذا به آنها میداد. دوران حکومت ضحاک دوران تاریکی و ظلم بود، اما در نهایت کاوه آهنگر که یکی از فرزندانش قربانی ضحاک شده بود علیه او قیام کرد. کاوه با فریاد عدالت‌خواهی مردم را به مبارزه با ضحاک فراخواند و فریدون پهلوان جوان را به عنوان رهبر انتخاب کرد. فریدون با کمک مردم ضحاک را شکست داد و او را در کوه دماوند زندانی کرد. با این پیروزی دوران ظلم و تاریکی به پایان رسید و فریدون به عنوان پادشاه جدید ایران